مسئله مکتب و معارف، هر ملتی که سربلند میشه سرچشمه او مکتب و معارف، علم و دانش و تکنولوژی است. مرحمت کنید، مکتبی که خب در تاجیکستان جایگیر است، اون منطقهش مهم نیست که بدخشان است یا زرافشان، مهم در تاجیکستان است. ببینید مردم در کدام شرایط تعلیم میگیرد. این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نمر 21 دیه رومت. این رومت. خب همین مرده که خوب دیدم اونجا که میبینید شرم نمیکنه در همین چهار دیواره زمین لای عکس زد است. دستاوردهای رحمانوف ایزو نمیکشین. مدیری معارف، مدیری مکتبی که 21 در اون منطقه است، شما چی را میخواین نشون دادن به این نسل، به این کودکایی که در اون خاک توده میخونن؟ شما چی میخواین اثبات کنید از این عکس؟ کی هستین؟ چی کرده است به این مردم؟ نسلی نوروز آمده در یک عاقلخانه تعلیم میگیره، درس میگیره، شما چی را میخواین اثبات کنین به این عکستون؟ شرم است، عیب است. عکس رحمانوف در یک خرابزار، نشانه او که همین نفر همین امر خراب کرد رفت. در عصر 21 مردم در مکتب های درس میخونه که بام بالاش میچکه، زمینش لای است، دراش شکسته و ریخته، در روی زمین مردم درس میخونه. عیب است. شما برآمدین عکس رحمانوف در درآمدگاه همین عاقلخانه کشال کردین، کودکا داخل درس میگن. هر کودکی که داخل مکتب میشوه همین عکس هم میبینه میگه لعنت به تو بر این بی‌شرف، لعنت به اون نفری که همین عکس در همینجا جا کرده است. عیب است. اوا چه در همین قدر عصر 21 همین قدر میلیاردهایی که میگیریم برای معارف و علم و ترقیات جامعه گجا صرف میکنین؟ یک بار ببینید. این مکتبی که در دیه رومت جایگیر است، شرایطشون رو بینید. اینجا این پتموکاشون، این عکسای پرزیدنت و قهرمانای تاجیکستان و این پول ندارد، فاش ندارد، همین خاک هستند. اینجا بسیار نمنوک است. این صنف یکم و صنف هفتم حق بینیم. السلام علیکم. سلامتی خوب. چند کسی شما در صنف هفته بفکرم؟ این صنف خانه است، این فرش بینید. لیکن با این نگاه نکرده این معلم با برکت آمده درس میتن، با این کودکا هم میخوانند. این کودکای نورانی، این شرایط. سلامت باشید. اینا با همین هم نگاه نکرده از این مکتب معلم های بسیار خوب هم میبرن و علم ها میبرن. اینجا نمناک است بسیار. در اینجا درس میخوانن لیکن درس میگذارن. این شرایطشون انشالله وزیر معارف همین را دیده یک فکر میکند. سلام علیکم معلم، خوب است؟ بخشش ممکن است یک دقیقه؟ صنف چندم اینجا ده؟ اینجا صنف نو. صنف نو اینجا میخواد 3 کس هم اینجا ده؟ همگی 3 کس. بسیار ممنوع است اینجا. نه این دیوار زمستون تماما نمیشود خانه. یعنی این دوستکا خیلی خدا نگهبانتان. رحمت. سلامت باشید. خب
توجیکستان با پیش. من واقعا نمیدونم دیگر چی حرف زنم. حرفی برای گفتن در این مسئله ندارم. عقل سالم، فرهنگدان، انسانی با اراده، جوانی واقعی با ایمان با وجدان خودش حس بکنه، خودش درک بکنه که یک عضوی ملت در اون هم خیلی آقلخانه ها درس میگیرن. کودکانی بگناه از سببگار این همه بدبختی ها تعیین کردن یک مسئولی به مسئولیت در سطح راهبری کشور است. داشته بودم که خودم با همه احساسات تماشا بکنم که من چی داره داخل همین نوار. خدا شاهد است من همین نوار همش ندیدم، فقط همون سر لوحه‌اش نویسش دیدم و چند از همون در داخل شدن که عکس رحمانوف است دیدم. به همین ساعت گذاشتم که من همچون یک تماشابین همین نوار را در رفت همین برنامه ببینم چی حس میکنم. باور کنین یک بار تصور کنین در نمناک سیلفانه سرد بامی بالاش میچکه، باران بارد تر، احتمالی که حاضی همون خانه چپه شود در تاج زرمی کودککا همه را ما نگاه میکنیم با یک شعار تاجیکستان و پیش میگیم شرم نکرده. حیف شما، حیف شما، حیف او وطن و حیف او تاریخ و حرف او سلاله و حیف خاک او وطن. به شرف. سلام علیکم. علیکم سلام. ممکنه گپ زنم آقا؟ بله بفرمایید. ما درباره همین یک چوپلوسی که پیش زنگ زده بود درباره هوای گفتنیم که شما دا گفت که برای چی شما ای وطن رفتیم پدر مادرتان توقع موندین. گپ دا همیه که شرایط در تاجیکستان به حد پست. بسیار بچه یوش رفتن به مقصد کور، همونجا کور میکنن، در مهاجرت عذاب میکشن، پدر مادرش در سوم روی میکنن. شرایط در وطن به حد پست، بیمار خانو به حد احوال پست. این همه را مادرم 13 سپتامبر ای دنیا رفت. بیچاره که کمپیر ما هر ماه سوم رویش میکردم، میرفت یا بالنیسا میدرومد قبولش نمیکردن، دیم بالنیسا میدرومد قبولش نمیکردن. برا میگفتن ایجا جون نیست یوزی اما کروناویروس چیدگی. انا که نگاه که نفقهش 220 سومون بود. این دگی جوی خیلی نفقه ای بای با نامی خدا ای بای ای خیلی نفقه آدمو در 21 عصر زندگی میکنم. اوزی آدمو مینیموم در یکم دولتی حالی منی نفقهش $100. ایچ خیلی نفقه 220 سومون، ایچ خیلی حکومت های، ایچ خیلی دولت های. او در درونی تاجیکستان وای ما میکنن که ای ما ای خیلی ما خیلی. شما کیین؟ شما چیکار کردین در 28 سال؟ شما یکم پیشروی کردین؟ شما یکم خانه ساختین برای کمبغلو؟ شما یکم بیمارخانه کردین؟ شما هیچ کار نکردین. فقط همین سال فکری خودشو نکردن، فکری اویلای خودشا، فکری دختراشا، فکری یزناشا، خسر بچهاشا. او خانه شا نگاه که 8 مرد تا میدگرده کچکله خانه. من نمیترسم، بنامی خدا من هیچ که نمیترسم. من شهروندی تاجیکستانم. من روز شام میگم که همه همی پرابلم ای کم بغلی ای کم بغلی ای سببی دزدی ای دزدی همین حکمت دارو. ما پدر مادر مون پارتوستیم رفتیم، ما رفتیم به مقصدی کار، ما پول روی میکردیم، یاردم میکردیم. در تاجیکستان ما شرایط نیافتیم، کار نتونستیم یافته. برش که گیجوی میره گیجوی میدروی همه خسر بچه ها شتگه اولاد شتگه. این هم خیلی کار های اونا سامانه ایرش ای آزاده ای کیای ای دخترشای پولایی که ای سامانه ایر میویه همش افشار نشات میروه پریس که استروه بنامی کیای پولی خلق های پولی خلق. ای بخدا کو ما ای جانم بزار شدم برای همی کار. ای
як аз биёя я одам биёя ки тоҷикистона обод куна одамош нағз зиндагӣ куна оиликои соз бигира ҳамаи бачаҳо баргардан ба ватан ич хели аҳвола ич хели зиндагиай мумкин нест хели айба и миллат касал шидагиай ин ҳами раҳмон қатиоилаш миллата касал кардагиай фарқ нест вай хели одаморо бин аҳволша мара очам ҳар моҳ занг мезад ман пул роиш мекардам ҳар моҳ $100 роӣ мекардам як хел вақт шароитам қим буд $50 роиш мекардам мерафт аптека мерафт бечорак дору мехарид доруо просроченный ёки фальшивӣ инам хели больницода мерафт қабул намекардам ино истиқлолиш мерафт қабулиш намекардам уҷа қабулш бечорак ай дунё гузашт ана бин чӣ хели айби ман не айби инай пато пула мебинанд дар больница нигоҳат мекунанд ана ройгона нигоҳ намекунанд камбағалар нигоҳ намекунанд ин ҳамаи гап ана михе салмонҷон саломат бошӣ